یک مکان ورزشی سنوکر زیر نام هنر به ارزش نزدیک به $1,00,000 آمریکایی به هدف رشد و توسعه سنوکر در سطح ملی و بین المللی از سوی سکتور خصوصی زیر چتر فدراسیون این رشته در کابل گشایش یافت. از سوی هم مسئولان فدراسیون سنوکر با گشایش این مکان ورزشی در بخشی از پایتخت مسابقات این رشته را به هدف گرامی داشته 104مین سالروز آزادی کشور در میان ورزشکاران کابل نیز برگزار کردند. این مکان ورزشی سنوکر به منظور توسعه و رشد این بازی ذهنی از سوی سکتور خصوصی به تازگی زیر نام هنر به ارزش نزدیک به $1,00,000 آمریکایی در بخشی از پایتخت ایجاد شده است. پس از گشایش این مکان ورزشی در کابل، رقابت‌های این رشته به هدف گرامی داشت از 104مین سالروز آزادی کشور از سوی فدراسیون سنوکر در میان ورزشکاران پایتخت نیز آغاز شده است. مسئولان فدراسیون سنوکر در پیوند به ایجاد چنین مکان‌های ورزشی و مسابقات این رشته به سطح کابل این گونه سخن می‌زنند. ایجاد همچون مراکز برای رشد سنوکر و تشویق جوانان و علاقمند ساختن بیشتر هموطنان ما به رشته ورزش سنوکر بسیار مفید می باشد. در این مسابقات از تمام کلب‌های شهر کابل بازیکنانشان شرکت کردند و این مسابقات همونطور که قبلا هم گفتن هم افتتاحی کلب است و هم این مسابقات به خاطر هزینه که رشد ظرفیت‌ها را ما در کابل داشته باشیم و همچنین استعدادها را پیدا بکنیم از بین از اینا ما این مسابقات را اندازی کردیم. از سوی هم مسئول این باشگاه خصوصی در کابل که زیر چتر فدراسیون این رشته ایجاد شده خواهان پشتیبانی امارت اسلامی به هدف گسترش دامنه تجارتش در بخش‌های از کشور شده است. به خاطر آرامش ذهن سنوکر خیلی خوب چیز است. بسیار راضی هستیم از اونایی که سرمایه گذاری میکنن، جای‌ها را جور میکنن، باشگاه را جور میکنن. جایی که باشه که ما تمرین بکنیم، یعنی کلب‌های شخصی نباشه، جای خود ما باشه، در داخل مقر تربیت بدنی جای خود ما اوجه است. ما خواهش میکنیم که جای ما با ما پس داده شود. سطح مسابقات هم بسیار بالاست. از تمام کلب‌های شهر کابل ورزشکارا اشتراک کردن. سطح پلیرهای افغانستان هم بالا میره و میتونن در مسابقات آسیایی و جهانی یک دستاورد خوب بگیرن. در این تورنمنت مناسبتی نزدیک به 100 علاقه‌مند سنوکر اشتراک کرده و به مدت 2 روز با هم رقابت میکنند. سنوکر بازان و علاقه‌مندان به این رشته ذهنی و فکری از راه‌اندازی این گونه مسابقات و ایجاد باشگاه‌های ورزشی این رشته ابراز رضایت کرده و می‌افزایند که برای پیشبرد سنوکر با چالش‌های نیز روبرو هستند. ما از دولت امارات اسلامی تقاضای ما همی است که ما را حمایت کنند، ورزشکارای ما را، ورزشکارای تیم ملی ما را که ما بتوانیم بازی ورزش سنوکر و سطح آسیا و جهان که بازیکن‌های ما که فعلا در تمرین هستند رشد بدهیم. مسابقات سنوکر به هدف گرامی داشت از 104مین سالروز استقلال افغانستان در حال اینجا در پایتخت آغاز شده که در پایان برترین های آن از سوی فدراسیون سنوکر مورد ستایش نیز قرار خواهند گرفت.